سلام، چطور هستین؟ خوش آمدین به دومین ویدیو از کانال مک. اولین ولاگ این پیج می باشه. در واقع یک نوع ولاگ هسته. امروز از اونجایی که از کار خسته شده بودیم، تصمیم گرفتیم که یک دوره همی خیلی خوب ترک بگیریم و قرار به این شد که خانه ما جمع شویم و من هم که هیچ کسی نیست کمک دستیم و من هیچ آشپزی بلد نیستم. یعنی اگر خراب شد از اینجا دخترها رو میگم من واقعا بلد نبودم، ببخشید. من بلد نیستم، آشپزیم صفر هست. با این وجود همه چیزایی در سرم هست که در ادامه ویدیو میبینین و ویدیو تا آخر ببینین، نظراتتون رو برام بگوین. شما چطور دوره همی رو میگذرانین؟ بیشتر دوره همی هایتون چی هست که خوش میگذره؟ دیگه بریم سراغ ادامه ویدیو. اول صبح وقتی پاکاریا خلاص شد که از اون ویدیو نگرفته بودم چون گوشیم شارژ نداشت و فکر میکردم برقا نمیایه، به اون خاطر بعد حمام کردم و یک از کارهایی که همیشه یعنی برای خودم رسم شده بیخی میکنم، هر 5 دقیقه یک بار من نگره یا همون بدره رو دود میکنم در خانه چون از بویش خیلی خوشم میایه. و بعد از اینکه نگره رو دود کردم دیگه رفتم سر کوچه که یک سر چیزا بگیرم و وقتی خریدم کردم آمدم، خیلی هم دیر شده بود و اولین کاری که کردم گوشت پاک کردم. بلدم نبودم، یعنی با کمک ویدیوها یاد گرفتم که چه قسم باید پاک کنم و واقعا آشپزی را آنقدر بلد نیستم. و بعد از اینکه مرغ پاک کردم شستم، گوشت مرغ داخل دیگ ماندم و رویش نمک و زردچوبه و اینا را ریختم و یک گندی هم اینجا زدم که حالا بعدا براتون میگم. بعد از اینکه اونا رو داخل دیگ ماندم با یک کمک آب داخل روی گاز ماندم که نرم شوه. حالا بعدش هم برنج شستم و یک طرف ماندم تا تر شوه، یک نیم ساعتی یک ساعتی چیزی، و برنج یک طرف هم ماندم. بعد از اینکه برنج شستم یک کمک خیار و گرجه یا همون بادرنگ و بانجان رومی و پیاز و اینا رو شستم چون که میخواستم یک سالاد جور کنم که کشور ایران فکر کنم به این میگه سالاد شیرازی و ما کنار برنج خود اکثر وقتا ازی داریم، یعنی خیلی خوبه، خیلی راحت هم جور میشه. و اونا که شستم آوردم چون کنار غذا یک ذره خالی هم نباشه، بلدم نبودم، بنان همین گفتم جور کنیم. راستش هر روشی رو داشتم امتحان میکردم که کارایم زود پیش بره و وقتی دخترام میایه من مصروف کار در آشپزخانه نباشم و کنارشان بشینم قصه کنم، اما باز نشد خدایی و همه کارایم بگم که ماند، یعنی حداقل سالاد ریز کردن ماند و دخترها کمکم کردن، بعضی ظرفای نشسته بود که اونا شستن و از اینجا ازشان تشکری میکنم. بازم در اصلا تنها چیزی که من رو خوشحال کردی بود که برقا آمد. بعدش فکر کنم دیگه ساعتهای 11 بود که دخترها برای من زنگ زد که ما قریبا میرسیم. بعد گنده اینجا برایتان بگم چی بود. من پیازی که برای سرخ کردن شسته بودم، پاک کرده بودم، پوستش گرفته بودم که من بگیرم سرخ کنم با روغن و بعدش مرغای ریش شده را که حالا مرغا را از اینجا که کشیدم میخوایم ریش کنم و بندازم روی روغن که سرخ شود. مرغای ریش شده را رویشان بریزم، اما همه پیازا رو گرفتم با خود گوشت داخل آب ریختم، آب بس شده بودن، اما خب یک رقم جمعش کردم. بعد روی همون آبی که مرغ را نرم کردم جوشاندم روی همون برنج ریختم که خیلی خوشمزه میشه. ماندم که برنج نرم شود تا آماده آب کشی شود، آماده دم شود. بعدش مرغا را ریش کردم. دمی وقتا بود که دخترها زنگ زد که ما رسیدیم، کجا هستی بیا که ما رو ببر چون آدرس خانه رو دقیق بلد نبودن، در جایی که گفته بودم رسیده بودن. من بیرون شدم، اونا را آوردم و دستشان درد نکنه، همین که آمدن شروع به کمک کردن چون میدانستن من چیزی بلد نیستم، بنان کمکشان از من دریغ نکردن. راستی از کشیدن غذا و اینا ویدیو نگرفتیم چون من خودم مصروف بودم
بعد دخترها هم متوجه نشدن و اصلا ویدیو نگرفتن، بنابراین همین را قبول کنیم. انشالله دفعه بعدی از خود غذا هم ویدیو میگیریم که چطور شده بود. بعد بقیه ویدیو رو شما دیگه با صدای خود ما بشنوین چیکارا میکنیم. اون از فاطمه از من یک کابری میره بینی بسمای سکینه است. شبای کابل میده یاد نشا برک گره دل مرا باز کن دنبوره خود بیا تو ساز کن شا برک بیا بخوام امشب دل من تنگ شد است یا دل من امشب تنگ شد است یا فقط تو میتنی با صدای خود دل ما را بکنی شاد شبای کابل میده یاد نشا برک من خانه گره دل مرا باز کن دنبوره خود بیا تو ساز کن شا پرک بیا بخوام امشب دل من تنگ شد است یا دل من امشب تنگ شد است یا فقط تو میتنی با صدای خود دل ما را بکنی شاد چطور آروم شدی سکین؟ زیاد خوردیم زمینیم شد بلد اتصال نکردی؟ اتصال کردیم جواب نامد دیروز ویدیو گرفتم نبرد باز این ویدیو گرفتم یک روز اردی من رفتم دل بکار نکنید داریم با سواد رفتم من خانه فرها زنگ زد بکارتان خوش شد